زوداس حرف ربطی که جمله وابسته یا نبنزات میسازه و مفهومش اینه که برای نتیجه چیزی استفاده میشه و معنیش اینه که مثلا بنابراین اینطوری شد، یا به انگلیسی همون so that. برای برای جنبندی تفاوتش رو با قبلی‌ها ببینیم. ما دامیت و اومسو داشتیم که برای بیان هدف یا قصد انجام کاری بودن، به هدف مثلا اینکه اینطوری بشه این کاری انجام میدادی. بعدش ایندم و دادوشتاس رو داشتیم که برای بیان روش یا شیوه انجام کاری استفاده میشه، مثلا اینطوری، این شکلی، به این روش. و الان زوداس رو داریم که میاد نتیجه رو میگه به ما، مثلا بنابراین اینطوری شد. Regnet stark sodass das Spiel abgesagt werden musste. بارون شدیدی بارید، بنابراین بازی باید لغو میشد. hat hart gearbeitet sodass die Beförderung erhielt. میگه انقدر سخت کار کرد که بالاخره یا بنابراین تا جایی که اینجوری هم حتی معنی میده، تا جایی که ارتقا یافت، ارتقا شغلی. Die Straße war gesperrt sodass wir einen Umweg fahren mussten. جاده یا مسیر مسدود شده بود، بنابراین یا تا جایی که ما مجبور شدیم یه مسیر جایگزین رو به جاش بریم. Sie sprach so leise sodass niemand sie verstehen konnte. میگه اون انقدر آروم، انقدر آهسته با صدای پایین صحبت میکرد که هیچ کس نمیتونست متوجهش بشه. اینجا میشه مثلا تا جایی که معنی کرد به جای بنابراین. Der Verkehr war stark sodass wir zu spät kommen. میگه ترافیک انقدر شدید بود که بنابراین ما دیر رسیدیم.